مردشناسی بر اساس غذا. بعضی مردا شبیه قرمه سبزی هستن. اونا شخصیت کامل و توانمندی دارن. سرشار از خلاقیت و هنرن. موجوداتی منحصر به فردن که معتقد به تشریفات و احترام ویژه‌ای هستن. زیرک و حسابگرن. محترمانه برخورد میکنن و همه موظفن در برخورد با آنها با کمال احترام و ادب رفتار کنن. همواره کلاس شخصیت خودشون رو حفظ میکنن. بودن در کنار اونها لذت بخشه. برای وقتشون ارزش قائلن. برای نزدیکانشون سنگ تموم میذارن. به آسایش و شادی خودشون و اطرافیانشون علاقه‌مند هستن. متکی به خودشونن. در عین حال جدی، متفکر، کم صحبت و دارای روحیه پژوهشگری‌اند. اینجور مردا قلق دارن. پر از رمز و رازن و البته خاص. گذر زمان اونها رو دلچسب‌تر خواهد کرد. چون که با گذشت زمان شخصیت دوست داشتنیشون آشکارتر خواهد شد. مثل قرمه سبزی جا افتاده کمیابن. اما وقتی در زندگی به اونها برخورد کردین هیچگاه فرصت بودن با اونها رو از دست ندید. چرا که انگار تمام زندگیتون رو از دست دادید. هم سکسی هن، هم شخصیت فوق‌العاده‌ای دارن. بعضی مردا شبیه ماکارونی هستن. اونا شخصیت گرم و پرمحبتی دارن. به راحتی احساسات و عواطف خودشون رو بروز میدن. به ظاهرشون بسیار اهمیت میدن. آراستن، تنوع طلبن، از مد پیروی میکنن، از طرز لباس پوشیدن افراد خوششون میاد. کمی از خودرازی و دمدمی مزاج هستن ولی مهربونن. اشتها و علاقهشون به زندگی بالاست. تنبل نیز هستن. اکثر کارشون رو دقیقه 90 انجام میدن. تقریبا اکثریت افراد معمولی جذب اونا میشن و از احساسات و محبت اونا لذت میبرن. اما افراد کمی در دراز مدت از بودن با آنها راضی خواهد شد. چرا که ظاهر اولیه و جذابشون با گذشت زمان به عادت تبدیل میشه و از خود راضی بودن و دمدمی مزاج بودن اونها مایه آزار اطرافیانشون میشه. و این تنها محبت و احساسات اوناست که میتونه نزدیکان رو در کنارشون برای همیشه نگه داره. بعضی مردا شبیه پیتزا هستن. اونا شخصیت خوشبین و فریبنده‌ای دارن. بسیار از دور دل میبرن. به گونه‌ای که نمیتوان از اونها چشم برداشت و دست رد به سینه اونها زد. این افراد بسیار علاقه‌مندن که مرکز توجه باشن و هر کاری میکنن تا مرکز توجه عمومی باشن. احساسات قوی دارن ولی که احساسات اونها لحظه‌ایه. اخلاق تهاجمی و رقابتی دارن. غیر قابل اعتمادن. ظاهر فریبنده اونها باعث کشش میشه. و اینکه از خاصیت بالایی برخوردار نیستن. احساسات خودشون در ظاهرشون نمایان میکنن. برای همین افراد زیادی رو جذب خواهند کرد. اما این افراد زیاد ثابت قدم نیستن و دوستی و روابط فراوون و کوتاه مدت دارن. چرا که زود اطرافیان رو خسته میکنن. و خیلی مایلن تنها یک بار بودن با اونها رو تجربه کنن. بعضی مردا شبیه کباب هستن. اونا شخصیت جاه طلب و توداری دارن. جون میدن برای پوز دادن کلاس گذاشتن. داره حس نودوستی هن. گرم و اجتماعی هن. دید مثبتی به محیط دارن. در پی داشتن بهترین ها در زندگیشون هستن.
همیشه در تلاش برای رسیدن به بالاترین مقام و جایگاهند. معمولاً بنیه اقتصادی قوی دارن و میتونن اطرافیان رو از نظر مالی ساپورت کنن. بهترین هدایا رو بذل و بخشش میکنن. در روابط بسیارشان ریخت و پاش دارن. شخصیت خواستنی ندارن، ولی کم وجهه اجتماعی و اقتصادی اونها دیگران رو جذب خواهد کرد. برای هر قدمی که برخواهند داشت، سر اطرافیان منت خواهند گذاشت. لطفشان بی‌مزایا نیست. اغلب دیگران از اونها به عنوان ابزار استفاده خواهند کرد و با اینکه دهان پر کن خواهند بود، اما خیلی زود دل اطرافیان رو خواهند زد. بعضی مردا شبیه آبگوش هستن. اونا شخصیت ساده و زمخت و غیرتی دارن. بی کلاس نیستن، اما انتظار پیچیده‌ای از اونا نباید داشت. در رفاقت پایبند اصول هستن. ساده و خودمونی هن. کمی خشن و قلدرن. معقول و متوسطن. به سختی احساساتشون رو بروز میدن. اما اگه به مرحله بروز رسید، احساساتشون ناب و حقیقیه. خوشپوش نیستن، اما دل صاف و ساده‌ای دارن. به خانواده و بنیان اون توجه وافری دارن. از وضعیت خود شکایتی ندارن. سعی میکنن همیشه به دیگران کمک کنن و خیلی هم علاقه‌مند به احترام گذاشتن به قوانین و عرف نیستن. اونا از لحاظ خانوادگی هم مرد خانواده به حساب میان. قوی و مردانه رفتار میکنن. اگه دکترا هم داشته باشن، بازم این احساس رو به مخاطب القا میکنن که راننده کامیون هستن و پشت کامیون اونها نوشته رفیق خرابتم. Even so, and just the same, baby.